این فیلمی که دارم میگیرم اینجا یه دونه اتاقه که همین 4 متره که داریم میبینیم، یکی از دوستای علی به اسم حامد که سمت دریاست فهمید که خونه زندگیمون حالا آتیش گرفته، از بین رفته. گفتش که نه حمام داره نه دستشویی داره، آشپزخونه هیچی نداره، حمام باید برم مثلا جای دیگه، خونه دوستی آشنایی جایی. گفتش که بیاین اینجا بمونین، اشکال نداره، پول پیشمون هم از بین رفته. شوهرم به خاطر بیماری دود آتیش و اینا قلبش مشکل پیدا کرده. حالا امروز صبح یه کار اومده اینجا، از ترس اینکه نکنه شوهرم اینجا اتفاقی براش بیفته یا فوت میکنه یا مسئله براش پیش بیاد، چون پاش خیلی برم کرده. گفت همه چی وسایل تو بریز بیرون. حالا منم همینجوری که میبینی اینجوری با تمام این استکان نروکی و فلان و قابلمه و اینا رو همه رو همینجوری هزار زندگی رو اینجوری ریختم بیرون. از این حیوان خودم داره با ما زندگی میکنه. اینجا هم غذا درست میکردم ولی خسته شدم از این دنیا و از این آدم ها. نمیتونم دیگه، تحمل ندارم که چیزی ندارم. تازه خودم این مشمه ها رو خریدم، سقفش آب میامد توش. مشمه ها رو خودم خریدم گذاشتم روی اینجا همه رو خودمون تمیزش کردیم. میگم برقم نداشت، برقم از همسایه با هزار التماس این مجموعه رو همینجوری خودمون خریدیم که بندازیم زیر اون ازش استفاده کن. ولی خسته شدم، زله شدم دیگه، نمیتونم، تحمل ندارم اصلا. این دیگه کشش ندارم. عمرم های بدبخت رو گذاشتم رو آتیش. این تمام زندگی رو تو آتیش بیستوم از بین رفت، نابود. یه با بخاری برق رفتیم، از دیگه گرفتیم که بتونیم خودمون رو گرم بکنیم. دوچک نداریم، 2 تا پتو بود همونجا که همونجا که اونجوری به اون شکلی آب خوردن حتی نیست. میرفتیم آب خوردن میآوردیم. کجا برم چی کار کنم نمیدونم. از هر کی بخوام کمک بگیرم همه به منظوری به یک چیزی باهاشون اگه خوشو بش بکنم آدم خوبی هم. لباس علی رو، لباس خودم رو، حالا همین همسایه بغلی که مثلا بین ما این یه دیواره، مثلا این مرزشه، این بر ما اون بر اونا، لباس هایی که اینجا ازش اینا یه چاه دارن اونجا، میبرم دم اون چاهه میریزم. تازه میاد به من میگه که خانم حواستون باشه این کفا تو چاه نرو. آبو میریزم تو لگن رو میارم میذارم اینجا. دوباره میرم سر آب میارم میذارم اینجا که بتونم یه دونه آب کشی کنم. تا تو زندگیم رو به هیچکی نزدم، رو به هیچکی، برو کنار، رو به هیچکی ندادم، از هیچ کسی چی نخواستم. ولی اصلا رو نمیدونم دیگه از کی به کی زنگ بزنم، از کی کمک بخوام. داروهاش خیلی گرونه، اعدام نمیشن، خیلی کمه. الان نیستش که من دارم الان حرف میزنم با شما. این فیلم فقط گرفتم که دلم یا خالی بشه، نمیدونم مثلا چیکار، نمیدونم. چون با هر کی که حرف میزنم همه حرفای آدم 1000 تای دیگه، 1000 تا بسته میکسبونن، 1000 تا حرف میزنن. انقدر احمقه نمیتونم سر کار برم، چون نمیتونم تنهاشو بذارم. خودش دیگه نمیتونه یه نایلون 1 کیلویی بلند کنه. اوضاع قلبش اصلا خوب نیست، چون خود قلبش، آهیشه قلبش بزرگ شده. این فیلم گرفتم برای من و تو یه راه چاره به هم بدی. من صدقه نمیخوام،
یه راه چاره برام بذارش. اصلا نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم چیکار کنم. الان چون نمیتونم اینا رو بخونم جایی ببرم، نمیدونم که شب کجا بخوام بخونم، چون پول چادرم ندارم که یه چادر مسافرتی بخرم. سگو میخوام ببرم بذارم. سگمون که اینقدر دوستش داریم. جوکو مامان نکن عزیزم. جوکو رو ببرم خونه یکی از دوستامون بذارم، غذا خشکشو بذارم، رخت خواب و اینا همه رو همینجا الان میسوزونمشون. قابلم اینا رو همیشه میندازم دور. نمیتونم ببرم. من همین یه دونه سکات ایسایم نمیبرم. چون لباسایی که به درد بخوره بتونیم استفاده کنیم. نمیدونم اگه واقعا خدایی وجود داره کمک کنه. سراغ هر کی هم که برم که بخوام کمک کنن، چه مردم عادی باشن. بعضی مردم بابا دورشون خیلی بد شدن. توقعهایی از آدم دارن برای اینکه بخوان یک کمک به آدم بکنن. واقعا نمیتونم. کم آوردم واقعا. فقط این فیلم بفرستم، میخوام بفرستم برای من و تو که یه درد دل کرده باشه. شب و روزگارتون خوش.